سلام، امروز میخوام یک توضیح کوتاهی در ارتباط با لایحه‌ای که در تاریخ 3 جون 2025 در مجلس کانادا معرفی شده به اسم Strong Borders Act رو خدمتتون بدم که در قسمت مربوط به مهاجرت این لایحه گفته اگر کسی بعد از 24 جون 2020 وارد کانادا شده و تأخیر در اعلام پناهندگیش داشته بیشتر از 1 سال، حالا میتونه از اولین ورودش حتی باشه، طبق این لایحه اگر قانون بشه دیگه کیسش با اجرا شرایط نیستش که به هیئت پناهندگی بره. این یعنی چی؟ ببینید اصولا وقتی الان کسی اعلام پناهندگی میکنه IRCC پروندهش رو میفرسته برای هیئت پناهندگی Refugee Protection Division. اگر اونجا کیسش رد بشه ما میتونیم پرونده رو دفاع کنیم و ببریم برای Refugee Appeal Division، یعنی تجدید نظر. حالا بعد اگر رد بشه این پرونده میتونه کیسش رو ببره فدرال کورت و در مرحله آخر اگر اونجا هم تایید نشه بره برای Pre Removal Risk Assessment که اونجا میدونن چقدر ریسک داره، چقدر خطر داره اگر این شخص اخراج بشه و به کشور مبدأ فرستاده بشه. حالا اگر این شرطی گفتم، یعنی تأخیر 1 ساله در واقع شخص داشته باشه و اعلام پناهندگی کنه از تاریخ 3 جون 2025 دیگه فرصت کافی برای ارائه اسناد و مدارک و رفتن به هیئت پناهندگی رو نداره. دیگه فرصت اعتراض و تجدید نظر نداره. یه راست میره برای یعنی عملاً یه مسیر عادلانه برای در واقع متقاضیان پناهندگی جایگزین میشه به یک مسیر خیلی ضعیف‌تر. همچنین توی لایحه گفته که اگر کسی از مرز امریکا به صورت غیرقانونی وارد کانادا بشه که حالا الان تا 14 روز میتونه اعلام پناهندگی کنه، ممکنه که اگر این لایحه تبدیل به قانون بشه فاقد صلاحیت بررسی پناهندگی کلا بشه. این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده و فعلا در مراحل اولیه‌اش هستش، ولی نکته مهمش اینجاست که اگر تبدیل به قانون بشه به صورت رتروآکتیو اجرا میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر تبدیل به قانون بشه تمام درخواست‌های پناهندگی که از تاریخ 3 جون 2025 یعنی از 1-2 روز پیش به بعد ثبت شدن شامل این قانون میشن. علاوه بر این موضوع موارد دیگه‌ای هم هستش که در این لایحه اومده که مثلا قراره به دولت اختیارات گسترده‌ای بده، مثل اینکه بتونه برخی از درخواست‌های مهاجرت رو کلا نپذیره، کلا یهو متوقف بکنه یا حتی مدارک مربوط به وضعیت اقامت رو لغو یا تغییر بده، با این ادعا که به نفع عموم هستش. امیدوار هستیم که اگه قراره که این لایحه تصویب بشه بخش‌های عادلانه‌اش تصویب بشه و کانادا همیشه یک جای عادلانه باقی بمونه. امیدوار هستم که موفق باشید.